سلام دوستان، من محمد پیاس هستم. امروز اومدم با یه چالش خیلی خیلی خفن. من بین 11 تا بازیکن مسابقه پنالتی گذاشتم و هر کدوم از بازیکن 3 تا پنالتی میزنه. اگر 3 پنالتی یا 2 پنالتی خودش گل کنه به مرحله بعدی صعود میکنه و در آخرین مرحله اون بازیکن برنده میشه. ما اولین پنالتی رو با داشت نیمار برزیلی شروع میکنیم و اینکه اگر یک پنالتی گل کنه و یک پنالتی خراب کنه امتیازی او حذف میشه. هر یک پنالتی یک امتیاز داره و الان نیمار به طور خیلی متاسفانه هیچ امتیازی نداره و نیمار حذف شد. و بازیکن بعدیمون کی باشه؟ استویشکوف. اولین پنالتی رو سمت راست میزنیم و توی دروازه. استویشکوف یک امتیاز برای خودش کسب میکنه. بچه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره رفقا، عشق منی. پنالتی دوم از سمت چپ و توی دروازه. خب ببینیم چی میشه. و توی دروازه. استویشکوف به مرحله دوم صعود میکنه. بازیکن بعدیمون کسی نیست جز فران تورس و فران تورس پنالتی خودش رو خراب میکنه و میریم برای سراغ پنالتی دوم از فران تورس. فران تورس بازم پنالتی خودش رو خراب میکنه و بریم برای آخرین پنالتی فران تورس و بازم گل نمیشه. خب نفر بعدی کی باشه؟ مسی. ولی من خیلی دوست دارم مسی برنده بشه. و پنالتی اول توی دروازه. بریم سراغ پنالتی دوم. پنالتی دومم به امید خدا گله و بله خب و پنالتی بعدی وسط. من برای هر بازیکن که چجور بهتون بگم، من برای هر بازیکن سه پنالتی چپ راست وسط و هر بازیکنی که 2 تا پنالتی گل کنه از او امتیازی کسر نمیشه، یعنی ازش امتیاز کم نمیشه. و مسی هم به مرحله بعدی صعود میکنه و نفر بعدی داشت پدری دروازه رئالیا رو به خاک خون کشید با اون ضربه‌ای که زد. دل منم برد که کارتشو گرفتم. امیدوارم که شما بتونید کارت پوتو پدری رو بگیرید و هنوزم وقت هست. پدری اول پنالتی خودش رو گل میکنه و میریم سراغ پنالتی دوم پدری و توی دروازه. آخرین پنالتی پدری چی میشه؟ الهی و بله، پدری به مرحله دوم صعود میکنه و من توی هر پارت ویدیو 4 تا بازیکن میارم و ببینیم بازیکن آخر کیه. روبرت کارلوس. یا 4 تا یا 5 تا، هر کدوم از بازیکن‌ها موفق بشه اونا رو میبرم، ولی ما 4 تا بازیکن میبریم، اگرم شد 5 تا.
و این مسابقه ما عین مسابقات چمپیونز لیگ می باشد و به بازیکنی که برنده شود یه دونه چمپیونز لیگ میده. میریم برای پنالتی یا آخر روبرتو کارلوس. آها روبرتو کارلوس تموم شده و دیگو مارادوناه. ببینیم دیگو چی کار میکنه. و من حواسم نبود، خیلی متاسفم. من فکر کردم پنالتی های روبرتو تموم نشده. و برای دومین پنالتی دیگو ببینیم دیگو میتونه خودش رو بکشه بالا یا نه. روحش شاد، یادش گرامی. و دومین پنالتی خودش هم خراب میکنه. آخری پنالتی دیگو کار میکنه. دیگو مارادونا گلش کن. ای توف تو این شانس. و نیمار برزیلی متاسفانه موفق نشد. بچه لایک و کامنت یادتون نره و این پارت اولی ویدیو، منتظر پارت دوم باشید.